کم کم میفهمم. مایده. خوب است. سلیم عبدول تاجیکی را در طول 6 سال زندگی در تاجیکستان آموخته است. ولی صحبت هم میکنید؟ صحبت میکنید؟ میتونید؟ در پناهگاه در خوجند با گروهی از افراد بی سرپناه زندگی میکند. سلیم هم گفتند که کار ساختمان میتونن. میتونن یاردم بکنن. 6 سال پیش با گروه هنری سیرک بازان به تاجیکستان آمد. سندهایش را دزدیدند، رفیقانش رفتند و او ماند. میگوید با کمک دوستان تاجیک سرپناه یافت و زندگی کرد. دوستانی نزدیکم کمک کردند، نان دادند. در دوشنبه به کارهای گوناگون مشغول بود. 6 ماه پیش به خوجند به توی دوستش آمد و دیگر نرفت. از بس که کنیا در تاجیکستان سفارت ندارد نتوانست سندهایش را برقرار کند. آرزوی اصلیش به دست آوردن سند است. یک مشکل اساسی هم سند است. اگر سند میدادند خوب میشد. مثل انسان زندگی میکردم، کار میکردم، یگان چیز میافتم. به سند هیچ کار کردن نمیشود. سلیم میگوید در زادگاهش شهر نیروبی کسی ندارد. مادر و خواهرش چند وقت پیش درگذشتند. لاله اشور و مدیر پرورشگاه را مادری خود می شمارد. در اینجا زندگی میکنم. معلمه مثل مادرم است. خوب است، کمک میکند. میخواهد کمک رساند. اینجا برادر دارم. آرام است. رهبران پرورشگاه میگویند تلاش دارند به زندگی سلیم عبدول سر و سامان بخشند. بچه سلیم عبدالله بچه خوب می باشد، خراکترش نقص، زبانی چند زبانی میداند، زبانهای انگلیسی، روسی، تاجیکی، ازبکی میدانند. افریقا آمدگی شخصیتشان معلوم کرده با اینها به شناسنامه گرفته داده و همین خانه‌دار کرده که آینده به همین های جا کردنده. بله. سلیم 28 سال است و میگوید از بس که 10 سال زندگیش با سرسانی و سرگردانی گذشت دیگر نمیخواهد به جای برود. میخواهم در اینجا مانم و زندگی کنم. من مادر ندارم ولی اینجا مادر پیدا کردم.